میخوام لباسه پاییزیمو خودم بدوزم. خب برای شروع این پروژه من اول رفتم بازار و پارچه‌هایی که مد نظرم بود رو خریدم. این پارچه‌هایی هم که میبینید رو از اول تو کمدم داشتم، آوردمشون بیرون تا ازشون استفاده کنم. اینم چرخیاتیمه که چرخیاتی معمولی خونگیه، چای و شیر عسل، نخ و سوزن و قیچی. قبل از هر کاری موهامو جمع میکنم تا از سر راهم بره کنار و مزاحم کارم نشه و بعدشم آماده مبارزه میشم. پلن و اندازه های این دامن رو من از روی یه ویدیوی آموزشی یوتیوب برداشتم، ولی خب در نهایت خودم خیلی چیزاش رو عوض کردم و جابجا کردم، ولی خب به عنوان بیس از اون اندازه ها اون پلن استفاده کردم. بعدش هم که دیگه پارچه‌مو با توجه به اون اندازه ها بریدم. اینم پارچه‌ایه که برای آستر استفاده کردم که بعداً قراره پدرمو در بیاره و تمام آستر رو کلا من قراره بشکافم. حالا میبینید. اینم پارچه‌ایه که برای جیبم انتخاب کردم، چون که دوست داشتم دامنم جیب داشته باشه. به نظرم هر لباسی که جیب داشته باشه بهترین لباس دنیاست. اگرچه در نهایت جیبی که درست کردم خیلی از چیزی که میخواستم کوچیک‌تر شد، ولی خب بازم از هیچی بهتره به نظرم. اینم تمام قطعات مورد نیاز برای دوخت دامنم. کارمو با پین کردن جیبا به کناره پشت و جلوی دامن شروع کردم و بعد از اینکه پینشون کردم، همزمان که کنارهای دامن رو دوخت زیگزاگ زدم که ریش ریش نشه، این جیبارم به کنارهای دامن دوختم. و اینجا بود که اولین اشتباهم رو مرتکب شدم. بعد از اینکه جیب رو شکافتم و جاش رو درست کردم، رفتم سراغ دوخت آستر. و بالاش رو اینطوری نخکش کردم تا اندازه کمر دامن بشه. بعدش هم همون کار رو با خود دامن تکرار کردم و بعد هم کمر دامن رو هم دوختم. و اینجا باید میفهمیدم که این آستر رو نباید به دامن بدوزم، چون دامنم قد لحاف مام بزرگم زخمی شده بود. ببین در حدی که از یه جایی به بعد مجبور شدم با دست کوک بزنم، چون میترسم چرخیاتیم رسما زبون باز کنه و فوشو بکشه بهم. هیچی دیگه، آخرش هم نشستم تا 4 صبح ریزترین و محکمترین دوختای دنیا رو شکافتم. تمیزکاری که تموم شد، آستر دامن رو عوض کردم و یه پارچه خیلی نازک و سبکتر انتخاب کردم. و بعد برای پایین دامنم نشستم 10 متر از این چینچینی‌ها درست کردم که واقعا هرچی میدوختم تموم نمیشد. یهو برگشتم دیدم اشم این حالی شده، مثل اینکه اونم واقعا بریده بود دیگه. خلاصه که بعد اینکه چینچینی‌ها تموم شد، نشستم همه رو به پایین دامنم پین کردم. که بعدش همچین چیزی در اومد. البته اگه بعضی تصمیم به نخکش کردنش نگیرن. نه
اینم شد نتیجه کار که آخر ویدیو رو تنم بهتون نشون میدم. بعد اینکه کار دامنم تموم شد بلافاصله دوخت پیرهنم رو شروع کردم. ولی قبل از هر چیزی تمام پارچه هام رو آوردم تا از بینشون یکی که برای این کار به نظر مناسب تر می اومد رو انتخاب کنم. از اونجایی که من اصلا با الگو در آوردن و این چیزا آشنا نیستم، یه پیرهنی رو که تنخونش رو دوست داشتم آوردم و از روی اون کپی کردم. البته چون عرض پارچم کم بود فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تیکه بالا تنه و پایین تنه رو از هم جدا کنم. بعدش هم پارچه رو در حالی که همش حس می‌کردم وسطاش یه جایی گند زدم بریدم. اینم درس عبرتی باشه برای من که دیگه اتو رو اینجوری روشن ول نکنم. اینجا هم برای فرار از تمام مسئولیت هام نشستیم باهاش اناردون کردیم. خب دیگه بسه. این قسمت بالا تنه رو من بریدم تا جایی که پایین تنه بهش دوخته میشه یه جای عجیب غریبی روی تن وای نسه. بعدش نشستم همه درزا رو، نمیدونم اون گوشه های پارچه رو چی بهش میگن که باید تا کنیم و بعد بدوزیم، نمیدونم، حالا هرچی که هست، همه اونا رو دو دور تا و بعدش پین کردم، چون به این نتیجه رسیدم که هرچی قبل دوختین آماده سازی های اولیه رو با حوصله و تمیز انجام بدم محصول نهایی‌ام به همون اندازه تمیز و مرتب از آب در میاد. صبح بخیر. من دیشب اینو سوزن کردم همه جاشو. یک لحظه صبر کنید. ببین اصلا انقدر توش سوزنه نمیشه بهش در زدنی، میره تو پوستم سوزنش، ولی الان اینجوریه. عوضش دیگه الان قشنگ آماده دوخته، جوری که من دارم لباس پاییزی میدوزم در حالی که آفتاب اینجوری داره میزنه تو مغزم و کولر روشنه و اصلا گرمه، بعدن چایی میخورم و هوا اصلا من نمیدونم این چه پاییزیه، من برای چی دارم لباس گرم میدوزم. میخوری؟ خب من برم مشغول کارشم. یه جورایی یه ذره میترسم اینو یعنی ادامهش بدم، به خاطر که همش میترسم یه جایی توی برشا توی یه چیزی اشتباه کرده باشم و یه اشتباه غیر قابل جبران و اینکه مجبور بشم کلا اصلا این لباسو بزنم، که به خاطر اینکه من دیگه از این پارچه ندارم، یعنی فقط همین بود. اگه گند زده باشم دیگه راه برگشتی ندارم. و اینکه این پارچه هم یه پارچه‌ای بود که ببین جنسش خیلی خوبه، ولی نمیدونم راستشو بخوای که خانومه آیا کرد تو پاچم یا اینکه قیمت واقعیش همین بود، ولی این پارچه متری نزدیک 700 تومن بود
و یه پارچه لنینه، نمیدونم لینین جنسش خوبه ها، ولی نمیدونم باید انقدر باشه قیمتش، به خاطر اینکه پارچه‌های دیگه که خریدم اینجوری نبودن قیمتشون. خیلی هم چروکیه. الان فهمیدم، نگاه کن، این بره تو ماشین لباسشویی کارم تمومه دیگه، یعنی اصلا هیچی. آره حالا ببینم چی میشه، نمیدونم. شروع کنیم. خلاصه که همه جایی که پین کرده بودم رو نشستم تمیز و مرتب دوختم. بعدشم بالا تنه رو به پایین تنه وصل کردم. اگرچه عمری سیاه ریدم درون سینه قصه ریده مانم نهفتم. من این لباس رو تا اینجا دوختم، کناراشو البته هنوز ندوختم، ولی الان که تنم کردم میبینم که قدش اصلا اون چیزی نیستش که میخوام. واسه همین داشتم فکر میکردم که شاید جالب بشه این پارچه رو که از قبل داشتم اینو از زیر اینجوری بدم بیرون، یه حالت اینجوری چینچینی از زیرش بیفته بیرون، هم یه رنگی به این لباس اضافه میشه، هم پاییزی تر میشه چون این خیلی رنگ خوشگل و پاییزیه، هم به اندازه کافی فکر میکنم از این پارچه داشته باشم برای این کار. فقط فکر میکنم اگه یهو این رنگ از اون پایین بزنه بیرون نیازه که یه جای دیگه این پارچه و این رنگ تکرار بشه. من فکر میکنم که کجا میتونم یه دیتیلی بدم که بامزه بشه. آها میتونم یه حالت چینچینی از زیر آستینش اینجوری کوچولو بزنه بیرون، یه دیتیل خیلی ریزه بامزه‌ای میشه، اینجوری چینچین بزنه از زیر آستین بیرون. دور یقه میشه این کارو کرد، ولی من چون احتمال زیاد زیرش لباس یقه دار بپوشم این شاید یه ذره خراب کنه همه چی رو اگه از اینجوری چینچینی بزنه بیرون. آره فکر نکنم ایده خوبی باشه، ولی این چینچینی اینجا فکر کنم بامزه بشه و این رنگی که اون پایین هست یه ذره این بالا تکرار میشه. اگه که حوصله کردم این جیبم براش میزنم، میگم من هنوز این کنارهاشو دوخت نزدم و الان فرصت دارم هنوز که براش جیب بذارم و اون پارچه داخل جیبو از همین پارچه اگه موند ازش از همین پارچه داخل جیب میذارم. از این برشم راضیم، چون اگه اون تیکه رو از این بالا تنه جدا نمی کردم این تیکه رو، این برشی که این دوختی که اینجا میبینید میافتاد اینجاها و خیلی جای ویرد و عجیبیه واسه اینکه بخواد یه دوخت بخوره بره پایین. اینجا خیلی قابل قبول‌تر، برای همین قدش کوتاه شد، چون که انقدر از پارچه انقدر از قد لباس رفت، ولی عوضش این دوخته خیلی جای بهتری افتاد و تصمیم درستی بود. حالا بریم ببینیم چیکار میشه کرد. همونطور که گفتم این پارچه رو اون قدری که میخواستم علامت گذاری کردم و بعدش هم بریدم و بعدش هم مشغول به دوخت شدم.
از اونجایی که خیلی دوست داشتم لباسم گلدوزی داشته باشه، نشستم یه سری گل و گیاه پایین پارچم طراحی کردم. و بعد ساعتها مشغول گلدوزی شدم. و در نهایت این باغ گلی که میبینید شد نتیجه کارم. هیچ وقت قرار نیست پشتش گلدوزی کنم. فقط همین جلوش مهمه. میدونی برام مهم نیستش که از پشت شکلیم. بعدش دیگه دستم راه افتاد و از روی این لباس با این پارچه این لباس رو دوختم که سر یقه‌اش تمام سلولای خاکستری مغزم رو واقعا سوزوندم. از روی این لباسم که الان دیگه وجود خارجی نداره چون اینجوری تیکه تیکش کردم، با این پارچه که خیلی خیلی دوستش دارم این لباس رو دوختم. بالاخره بعد 3 هفته تموم شد. به پایان رسید و من خیلی خوش گذشت. واقعا خیلی پروسه باحالی بود. کلی چیز یاد گرفتم و الان خیلی هیجان دارم که چیزای دیگه هم بدوزم، با اینکه واقعا خیلی غیر حرفه‌ای همه این لباسا دوخته شده و از نزدیک اگه کسی ببینه متوجه میشه که دست‌دوزه و توسط یه آدم کاملا مبتدی دوخته شده. ولی به نظر مهم نیست. به نظرم همین که چند تا لباسی دارم که اونجوری هم که خودم دوست دارم و دیتیلا و خصوصیاتی که خودم دوست دارم رو دارن، همین به نظرم کافیه. آره من الان خیلی خوشحالم واقعا. آره دیگه همین. اگه تا اینجا همراه بودین خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه، این ویدیو براتون سرگرم کننده باشه و شاید هم براتون یه انگیزه‌ای باشه که کاری که دوست دارین رو